عزیز، حال نوبت میرسه به هنرمنده که اگه بگویم تمام زندگی ای هنرمند پر از خاطر است و آهنگای مشهور ای هنرمند مرگ قو، جوانی هم بهار بود و بگذشت، دست از طلب ندارم، ماه من، اختر شبهای من می باشه. امروز بر شما خاطرات خود قصه میکنن استاد حسین ارمان. صحبت ما چقدر بجا نشسته، تو بنا زما براتش، تو بخواب ما نشسته، تو بنا زما براتش، تو بخواب ما نشسته. آقای ارمان سلام علیکم. بله سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین. تشکر از شما که بر من موقع دادین که همراه شما صحبت کنم، همراه شنونده‌های عزیز و محترم وطن. زنده باشین. یقینا یک تعداد زیاد شنونده میفهمن شما با کجا زندگی میکنین. اما اگه یک بار دیگه بگوین شما چند سال میشه از وطن دور هستین، با کجا زندگی میکنین؟ بله ما 14 سال از وطن دور هستم و به ژنو، یکی از شهرهای سوئیس اینجا زندگی میکنم. اما شما قسم خبر داریم دمی اواخر سفر به افغانستان داشتید. بله همین یک کنیم ما پیش از افغانستان آمدم. خب چی دیدن، چی یافتن افغانستان؟ والا بسیار بر ما اول جای بسیار زیاد خوشی بود که ما وطن دیدم. این بسیار کلان بزرگ که برای که خوشی اول همی بود. بله. و غمی که بود برای که تمام دوستها و عزیزایی که داشتم، اول دو برادرم اینجا اردوی فوت کرد که ماد ابراهیم نسیم بود که برادر کلانم. بله. ماد اسماعیل و نافوت کردن دیگه. دوستای بسیار عزیزم و هنرمندای بسیار محترمم که تماما در مکتب موسیقی استاد بودن فوت کردن. این برای من یک قدر غم انگیز بود که باور میکنین بدون مبالغه بر شما بگویم که من همیشه فشارم پایان است. اونمونجا یک دفعه خیس کرد به 160. من بیخی وارخدا شدم، پیش دکتر رفتم، من گفتم یک هیجانات است. باز برای من یک دوا داد و قدرچی یک چیزی که بسیار زیاد بر من فوق العاده خوب بود که تا مرا نوازش میداد، می آفتاب گرمزی. بله. و می آسمان پاک و صافزی. خاطرات گذشته چطور؟ خاطرات گذشته موسیقی خود یک تلپاتی داره. من با رادیوی خود تلویزیون ملی رفتم اونجا، باز آهنگا رو شنیدم، همراه استاد سرمست ننگلای ثبت کرده بودم. بله. یادم آمد تماما امونا و 4 دور خودم میدیدم که خالی است و غیر من هیچ کس دیگه نیست. و این بسیار غم انگیز است. واقعا بسیار تا کسی که سنر نبینه، تا کسی احساس نداشته باشه برش بسیار یک خودت تنها بیگانه است میکردم از نگاه موسیقی. بله. که هیچ بر شما گفتم بیخی یک موسیقی نو آمده، یک پروگرام نو آمده، البته در سایه هنر. به رادیو رفتین؟ بله به رادیو رفتم، به رادیو تلی. اول چون ما از این 15 سالگی به رادیو شروع کردیم و موسیقی را اول همونجا به رادیو تلویزیون ملی رفتم. بله. اترس سیما جان که زندگی ما دو بود داشته. اول از که من موسیقی را از صحنه بلدیه یا صحنه شادی نیمداری از اونجا شروع کردیم. همراه ساربان و امین آشفته چند نفره خواننده بودن. ارکستر ازی بود استاد فراخ افندی، استاد سرمست ماندولین می نواخت، فراخ افندی پیانو می نواخت، استاد ننگلای ترومپت می نواخت و استاد نوشاد اکوردیون می نواخت. یک گروه بسیار فوق العاده. یونس طبله نواز یکی از فامیل نوازهای استاد بزرگ استاد قاسم بود، او همراه ما طبله می نواخت. و هر پنجشنبه و جمعه ما نمایش درام داشتیم. موسیقی رو من از همینجا شروع کردم. 14 ساله 15 ساله بودم اینجا گرفتم. اینجا آهنگ میخوانیم تا که پشت پرده جور میشد. و یگان انترکت یگان نمایش داده میشد. و از این انترکت از این درام یک خاطره یادم آمد
که برادرم نسیم اینجا بود، از هنرمندایی که کار میکرد خدا مغفرت کنه سید مقدس نگاه بود، حمید جلیا بود، استاد یوسف کوزاد بود، وزیر نگهت بود، دیگه کسایی که به خاطر من استاد نسیم اسیر بود. ببخشید یک دفعه شما خاطره گفتین، یک خاطره از من که انترک بود، یک نفر دکتر، البته دکتر در اتاق خود نبود، ایوازش هم نفری که اونجا نرس است یا نمره میته یا او آدم بود. این نفر میدره که دکتر دندانم درد میکنه و ما بودم و دکتر خود اصل که دکتر نبود و ایواز دکتر خود دکتر معرفی کرد، نسیم برادرم بود. خونجا آمد که گفت چی کردید؟ من گفتم این دندانم درد میکنه. او ای دندانت بسیار وضعش خراب است، تو فقط این باید کشیده شو. یک پاویا یک چوکی بود و اونجا یک دانه انبور از این انبور میخ کشیره میاره که میخ که میکشه نمیره. خب البته مو صحنه‌اش بسیار دلچسب بود و دیگه اول پای مرا گرفت بسته کرد، باز بعد از این انبور گرفت و کش و گیر و بعد از غال بسیار زد که اگه هیجاناتم در جمله ازی بود و بالاخره دندانه کشید. او دندان ایواز دندان ناجور دندان جوره کشید. واقعا دندان کشیده؟ نه دندان نگیست خمه تا عکس میکنه دندان. خب باز بعدی که من دیدم که دندان خودت میگه او گفت ببخشید دندان جورت کشیدیم، گور از هیچ پیسه نمیگیرم خیلی اینجا مرا بسیار زیاد قارم من اینجا بدوا میکنم که لای دخانه تان مواقعت شایلای بیادرت بمره که بابیت بمره که من این زمان بسیار هیجانی شده بودیم. دیدیم که در حقیقت من خود مردم که خنده میکنه و چک میکنه در حقیقت که من یا کل میفهم که برادرم است که در حقیقت من خود دو زدم میرم. این صحنه بسیار قصه‌ای که بر شما میکنم من کدامش از 45 سال بیشتر است. اون صحنه ببخشید اینجا آقای سایری راتیام کار میکرد. یکی از خاطرهای خود صحنه همین است. بله. دیگه از خاطرات دیگه که ما و استاد سرمد استاد ننگلای تقدیم میکنم مغفرتشان کنه، همیشه بسیار خاطرات بسیار زیاد خوش هم داریم و خاطرات بسیار خراب هم داریم، تراژدی هم هست. کوی ما میامی انور نوشاد و خاطرات شما همه با دیگه هنرمنداست، با موزیسینا و با هنرمندای. از خاطرات بسیار تراژدی است که یعنی ما اینقدر در خانه نبودیم که همین امرای استاد سرمس، استاد ننگلای، استاد نوشاد امرای از اینا بودیم و شب و روز دو خاطر دیگه هم میل به یادم اومد. یکی همیش غم‌انگیز است. از اینکه ما شنیدیم که استاد ننگلای یک اتک مغزی سرش آمده. ما فوراً رفتم به فرانکفورت، دیدم که استاد گپ زده نمیتونه. این دیگه قصه چند سال پیش است؟ این قصه همین پیش از فوتش است، این قصه تازه است. این قصه تازه است که استاد بعد از اینکه فراری شد و رفت امریکا، رفت باز امریکا زندگی نشد، آمد پولند چی مشکلات دید، آمد جرمنی باز اینجا مشکلات دید. خب هر صورت همیشه در سرگردانی باز دفاعی بود. چند وقتی باز فایل در دادن تمام مدال ازی و خاطرات ازی و تصمیم گرفت کل ازی در گرفت، تمام ازی کل ازی یک جای شد غما و ای آمد سر مغز ازی و یک اتک مغزی سرش آمد، این قسمت دستشه و زبان فلج کرد. خب من رفتم دیدم، خب من اماندمش که متاثر شه و تبله ورمیام جون تیار بود، یک سر از آنگایش میخوانم، یک ذره مذاق کردیم که ما از اون همیشه مذاق میکردیم، همیشه فکایی میگفتیم، قصه میکردیم. همیشه یک آنگا بر من فرمایش داد، گفت که اول امی مرا بسیار متاثر ساخت که این توسایی که چی یک سر زبان خواه شما حتما ننگله از نزدیک دیدین و مذاقایش که بسیار یک انسان فوق‌العاده خوب برای که یک هنرمند بسیار فوق‌العاده بود، یک انسان ظریف و مهربان و آهنگساز، کمپوزیتور، نوازنده، خواننده بسیار خوب. یک دفعه تماما چیز از پیشش بوده و هیچ گپ زده نتونه. بسیار طبیعتم خفه شدم، اشکای ما گرفتم، مقصد من قلم برشتم، گفتم تو میخوایی بگی نوشته که کدام آهنگت بخوانم. اینجا قلم دیدم که دست راست از یا فلج است، نوشتم کردن نمیتونه. دیگه اینجا مرا گریه گرفت، نتونستم خوروی ما پد کردم و بسیار خستم بیرو برآمدم. بعد از یک دوره در آمدم که خدا این صحنه را برای هیچ کس نشان نده. سر جنازهش خود رساندم و یک شعرم یادم اومد که چون گناهکاری که هر ساعت از او وضوی برن، چرخ سنگین دل کنه دردم زما یاری جدا. خب همین خب هر صورتی هم
جالب آقای ارمان لطف کردین. ما چند وقت پیش یک آهنگ شما رو نشر کردم، آهنگ بیا شب‌های مهتاب، بسیار مقبول خوانده بودین. ما چی ما کجا خواندیم؟ ما همین آهنگتان رو نشر کردیم، زیاد شنونده خوش کرده بودن، گفتم اگه امکان داشته باشه همین بر شنونده یک زمزمه میکنه. چند شب مهتاب است؟ همین آهنگ که ناشناس خوانده، همین آهنگ مشهور بیا شب‌های مهتاب است توی ماه یگانه. بله بله. بیا شب‌های مهتاب است توی ماه یگانه و مکن دیگر بانه شادت میده از چشمت که دیشب مست تو بودی جان قدر در دست تو بودی. شادت میده از چشمت که دیشب مست تو بودی جان قدر در دست تو بودی. نمیدانم تک و تنها، نمیدانم تک و تنها کجا میری شبانه و مکن دیگر بانه. بیا شب‌های مهتاب است توی ماه یگانه و مکن دیگر بانه. بسیار تشکر، بسیار مقبول خواندید. بسیار مقبول بود. نم گرفته یا چی شده؟ بسیار خوب بود. میشه یک آهنگ دیگرم به ذوق خود بر شنونده زمزمه کنید؟ بشکند دستی که خم در گردن یاری نشد، بشکند دستی که خم در گردن یاری نشد، قرب چشم که لذت گیر دیدار نشد، قرب چشم که لذت ارمتای را خری داریست در بازار در، ارمتای را خری داریست در بازار در، پیر شد زبان نسا را خریدار نشد، پیر شد زبان نسا را خریدار نشد. تشکر آقای ارمان، لطف کردین، بسیار آهنگای مقبول زمزمه کردین. حالا اگر زندگی خصوصیتان بپرسم، شما نام خدا پسر دارین که شهرتش چی در شرق چی در غرب همه جا شهرت داره. خالد جان ارمان، خالد جان فعلا کجا هستن؟ خالد جانم همینجا هست، به ژنو است. به ژنو میباشن. چند اولاد دارین آقای ارمان؟ من دو یک بچه یک دختر. دخترتان نامش چیه؟ دخترم نامش مشعل است و هم کنسرواتوار موسیقی رو خلاص کرده، به حیث استاد موسیقی است همینجا. نام خدا او مشعل نام داره. بله. و خود خالد هم همینجا به حیث استاد گیتار درس میده. خالد جان طفل داره؟ بله دو بچه داره. خب تشکر آقای ارمان، لطف کردین. شما خودتان از قدیما وقتی که موسیقی میشنیدین آواز کی را خوش داشتین؟ با آواز کدام هنرمند علاقه داشتین؟ ما خب همی ساربان ما از اونها یک جای شروع کردیم. بله. و همی زیادتر همی آواز ساربان هم مرا وادار ساخت که ما مگه یک ذره بلتانم خوانده. و امروز از همون یک جای شروع کردیم، آواز زور خوش دارم و همی خوش دارم و تامیل خوش دارم، آواز آمد ولی ره. بله. همی دو نفره، خب البته کل هنرمندا بر من خوب هستن کلشان و همی دو نفر زیادتر میشنیدیم همیشه. خب آهنگ مرحوم ساربان براتون نشر کنیم یا احمد ولی را؟ هر کدامش که اختیار شماست. و پیش از این یک خاطره دیگه هم یادم اومد دور براتون بفرمایید، خواهش میکنم. یک روز یا هم قصه یک 40 چند سال پیشتر است. بله. همی گروپ که پیشتر گفتیم ما استاد سرمست استاد ننگلای نوشاد ساربان کل ما کدام جای میمون بدیم که جایش فراموش کردیم. انتها ساعتای 2-3 بجه شب بود، خود موتر و تاکسی و تران نبود. بله. انت پیاده حرکت کردیم، قسمت شهرارا خاصاس رو پیاده کردیم، سازا آمدیم از اونجا یک سگ پشت ما هم تو آمدن میرفت هر قصه میکنیم ما که استاد میشیم سگام استاد میشد. البته اونجا سازه شنیده بود دمون نزدیکی های چی. خب آمدیم در پیش چارایی ملک اخزر استاد سرمست گفت طرفی سایل کرد، گفت چی میکنی؟ بوش ما رو تکبی گفت ساز برات بزنیم. هیچ وقتی فراموشم نمیشه. گفت ساز برات بزنیم. این سگ همه تو دنبک میزد.
نوشاد بکش اکوردیون. نوشاد اکوردیون کشید و خودش ماندولین و استاد ننگلای ترمپت پیشی بر ساروان هم دون بغل ساز که بی بخوانیم تمام یونس جانم تبلایش سرش باز کرده می در اون ایستاد چهار ایستاد شدیم اینجا ساروان یک پارچه را میجه خان یک پارچه یا دو پارچه را خوب به جار بلند کل سازا را قاد کرد سگ رو بر دیگه سگ میفاید روی ادا داده من دست خدا روش کرد چهار هر وقت که من استاد سرمست ننگله میدیدیم یعنی یاد میکرد میفیادت نه دمی گفتی یک گپ بود بله که من میشه بله خب فکر میکنم بسیار زیاد تشکر بسیار خاطرات جالب بود. حتما آینده باز سراغتان میاییم و خاطرات جالبتان قصه کنین برای شنونده. سلام میرسانیم بر تمام شنونده‌های بسیار عزیز و گرامی. زنده باشین.